خدا، سلام. به آشپزخانه فلفلی من خیلی خوش اومدیم. پیشاپیش شب یلداتون مبارک باشه. میخوایم با همدیگه یک کیک ساده خونگی درست کنیم که شکل هندونه هست و بسیار لذیذ و زیباست. مواد لازم: تخم مرغ 3 عدد، آرد قنادی 2.5 لیوان، شکر 1 لیوان، شیر 3/4 لیوان، بیکینگ پودر و وانیل 1 قاشق غذاخوری، روغن مایع 1 فنجان، شکلات اشکی که به عنوان تخمه هندوانه میخوایم ازش استفاده کنیم برای تزیین، و رنگ خوراکی سبز و قرمز. برای آغاز باید زرده و سفیده تخم مرغ رو از هم جدا بکنیم. سفیده رو با دور تند همزن 3-4 دقیقه خوب هم میزنیم تا کف بکنه و وقتی که کاسه رو کج میکنیم نریزه. حالا که به این مرحله رسیدیم اونو کنار میگذاریم. زرده رو با وانیل مخلوط میکنم تا بوی زخم تخم مرغ گرفته بشه. بعد از اون 1 لیوان شکر داشتم که اون رو توی 2 مرحله به مواد کیکم اضافه میکنم. اونقدر هم میزنم تا دانه های شکر حل بشه. باقی شکر رو هم اضافه میکنم و قشنگ مخلوط میکنم. وقتی که قشنگ هم بخوره و شکر حل بشه، یک مایع کرمی رنگ کشدار به وجود میاد. وقتی به این مرحله رسید، نوبت اضافه کردن 3/4 پیمانه شیر هست. اون رو هم اضافه میکنم و هم میزنم. 1 فنجان روغن مایع داشتم، اون رو هم اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم. وقتی مواد خوب با هم دیگه ترکیب شد، من 2.5 لیوان آرد و 1 قاشق بیکینگ پودر داشتم که اونها رو توی 3 مرتبه الک میکنم و در چند مرحله به مواد کیکم اضافه میکنم. هم میزنیم با دور کند همزن، فقط در حدی که مواد با هم دیگه ترکیب بشه. وقتی که مواد با هم ترکیب شد و یک مایع غلیظ و 1 دستی به دست اومد، نوبت اضافه کردن سفیده های تخم مرغه. اون رو با 1 لیسک آروم به مایع کیکم اضافه میکنم و به صورت دورانی در یک جهت شروع به مخلوط کردن میکنم. نباید خیلی هم بخوره که باعث بشه که پف تخم مرغ ها گرفته بشه و که جلوی پف کردن کیکمونم بگیره. فقط در حدی که مواد با هم مخلوط بشه. وقتی که مواد با هم ترکیب شد، مایع کیکم رو من به 3 تا ظرف انتقال میدم برای اینکه میخوایم رنگ های هندوانه رو درست کنیم. به 1 کاسه رنگ سبز اضافه میکنم، به 1 ظرف دیگه رنگ قرمز اضافه میکنم و 1 ظرف هم که سفید هست. ترکیب میکنم تا اون رنگی که دل بخواه خودم هست ایجاد بشه. هندوانه‌مونم هرچی قرمزتر باشه آبدارتره. این هم قسمت پوست هندوانه هست. خب الان توی قالب کیک گردم که کفش کاغذ روغنی گذاشتم و چرب شده، اول رنگ سبز رو، بعد از اون به آهستگی رنگ سفید مایع کیکم رو اضافه میکنم و در نهایت رنگ قرمز هندوانه رو هم در مرکز قالب میریزم. به آهستگی چند تا ضربه به قالب کیکم اضافه میکنم تا حباب هایی که داخل اون هست خارج بشه. قالب کیک رو به مدت 45 دقیقه در فر از قبل گرم‌شده در دمای 180 درجه در طبقه وسط فر قرار میدم و بعد از 1 ساعت خواهید دید که همونطور که مشاهده میکنی کیک من حاضر شده و تا وقتی که گرم بود شکلات های اشکی رو به عنوان تخمه هندوانه روی کیکم قرار دادم و امیدوارم که این کیک رو درست کنید و از مزه و رخ زیبای اون غافل نشید. امیدوارم که کنار خانواده و عزیزانتون ایامتون به کامتون باشه، شب یلدای خوبی داشته باشین. اگر این ویدیوی ما رو پسندیدین لایک فراموش نشه، ما رو سابسکرایب کنید که ما تا شب یلدا هنوز براتون کلی ایده های ناب داریم. ممنونم از نگاه های زیباتون، حضور گرمتون به ما دلگرمی میده. ممنونم.